سلام، من حاتف صالحی هستم. در این قسمت از برنامه چهارراه میزبان جناب آقای دکتر عبدالرضا داوری، مشاور رئیس جمهور اسبق، نویسنده و تحلیلگر سیاسی. با من همراه باشید در چهار. آقای دکتر داوری، عرض سلام و ادب دارم محضر حضرت عالی و خیلی خوشحالم که در خدمتتون هستیم. اگر سلام علیکی با بینندگان دارید بفرمایید که انشالله هرچه سریعتر بحث رو آغاز کنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. جناب صالحی، من خدمت شما و مخاطبین محترم برنامه چهارراه و دستاندرکاران برنامه عرض ادب و سلام دارم. امیدوار هستم که این مسیری که با مدیریت جناب عالی شروع شده در فضای تولید محتوا، امیدوارم که برای آگاهی بخشی به جامعهمون مسیر خوب انشاءالله طی بشه. انشالله به کمک شما و بقیه دوستان و اساتید. اگر اجازه بدید ما محور برنامه رو میخوایم یه مقدار با نگاه توسعه‌ای بحث رو پیش ببریم و یه مقدار هم بیایم به مسائل امروز جامعه ایران و حوزه سیاسی و ببینیم مناسبات و حضور شما عرض و تناسب حالا جریانات مختلف سیاسی و حالا به ویژه کاندیداهایی که در انتخابات ریاست جمهوری نامزد شدن، راجع به اینها یه بحثی داشته باشیم که یه مقدار انضمامی تر بشه و انشالله مورد استفاده مخاطبین باشه. شما آقای داوری، یکی از مباحثی که مطرح کردی در دولت آقای هاشمی توسعه اقتصادی در دست و کار قرار گرفت. برای بحث سازندگی و بعد از جنگ بود و خب بعد میایم جلوتر میبینیم گفتمان آقای خاتمی میشه توسعه سیاسی، بحث آزادی ها، مشارکت فلان فلان. در صورتی که واقعا شاید بگیم یکی از اصلی ترین مخالف های همچین توسعه‌ای خود چپ ها بودن. دقیقاً. خب ولی دولت اصلاحات میشه پرچم دولت اصلاحات میشه پرچم آزادی. این خودش واقعا قابل تأمله. خب بعد ما میایم دولت های احمدی-نژاد که میره تو حوزه عدالت، همین نکته‌ای که شما میگید، برخورداری قشر کمتر برخوردار، و بعد میایم دولت آقای روحانی که سیاست خارجی، بعد دولت آقای بفرمایید رئیسی که حالا دولت های رئیسی گفتمانش یه مقدار خب به هر حال محل بحثه که چه گفتمانی داشت. به نظر من گفتمانی نداره. آره، منم نگاهم همینه. حالا نکته اینه که الان ما میخوایم برسیم به دولت 14ام. نکته اینه میخوام ناظر به همین به هر حال بحث توسعه و زمینه و بستر توسعه ببینم شما تحلیلتون نسبت به فضای امروز جامعه ایران چیه؟ فکر میکنید دولت 14ام، اگر عرض میکنم در کانتکست توسعه دارم سوال میپرسم، فکر میکنید گفتمانش چه گفتمانی خواهد بود که بتونه گفتمان مقبول واقع بشه؟ دولت 14ام حتما نمیتونه وضعیت بیگفتمانی دولت‌های رئیسی رو ادامه بده. حتما نمیتونه. یعنی ما در دولت مرحوم آقای رئیسی شاید زحمات زیادی هم میکشیدن، اما گویی یک تسبیحیه که نخش پاره شده. یعنی نخی وجود نداره که چون اون گفتمان اون چسب کلی المان هاست، یه مفصل بندیه. یعنی نشون میده به شما. ببینید من میخوام اینو عرض کنم، مثلا تو همون موضوع احمدی نژاد، ببینید آقای احمدی نژاد تو حوزه منابع کارهای خیلی خوبی کرد، اما منابع که فقط پول نیست که شما ما به ازاش باید بتونید تو حوزه فرهنگی هم زمینه رشد و در واقع شکوفایی رو فراهم بکنید. ببین ما در همون دوره خب مثلا فرض کنید یک فردی مثل آقای رامین میشه معاون مطبوعاتی که اصلا نسبتی با در واقع رسانه و آزادی رسانه و چون به هر حال مرز کردم اینا رو باید همه با هم دید. بله. یا خیلی از محدودیت‌های شبکه‌های مجازی اینا در زمان آقای احمدی نژاد و زمانی که آقای جلیلی دبیر شورای امنیت ملی بود تصویب شد. یعنی محدودیتی که در فیسبوک، در توییتر، در پلتفرم‌های دیگه، اینا همه تو دوره آقای احمدی نژاد این محدودیت. به خاطر چی؟ به خاطر غلبه نگاه امنیتی.
یعنی شما وقتی بیش از حد نگاه امنیتی دارید، طبیعتاً من نمیخوام بگم ها امنیت حتما زیر ساخت توسعه است، اصلا کسی اینو نفی نمیکنه. اصلا توسعه در شرایط ناامنی محقق نمیشه. بله. ولی این که ما انقدر این المان امنیت رو پررنگ بکنیم که سایه بیفکنه بر بقیه، که بعد شما اگر میخواید یک مثلا کارخونه هم بزنید و یک مثلا سرمایه گذاری بکنید، عده‌ای بشینن بگن آها این میخواد اینجا پولدار بشه که بعد بیاد حزب سیاسی بزنه، بعد قدرت رو به دست بگیره، چه یعنی این وقتی دیگه آشور میشه، این نگاه به اینجا میرسه دیگه. برای همین شما اون غلبه نگاه امنیتی دیگه پولداری اجازه نمیداد که کشور رشد کنه. چین این کارو نکرده. یعنی چین اجازه داده امنیتی که سازی نکرده، حوزه سرمایه رو امنیتی سازی نکرده. یعنی آمده الان 80% اقتصاد چین دست بخش خصوصیه. بستر امنه برای سرمایه‌گذاری، بستر امنه، چهرهای مختلف میان پولدار میشن، کار میکنن، سالم کار میکنن، پولدار میشن و بعد میتونن از منافع سرمایهشون بهره ببرن. خب ما متاسفانه اینو نداشتیم در دولت‌های احمدی. هرچند شاید وقایعی مثل سال 88 و اینها تشدید کرد این صحنه رو، من نمیخوام حالا همه چیز بگم این طرف بوده، اون طرف هم شرایطی بوده که این گفتمان رو تقویت میکرده. اما وقتی شما عاقلانه نگاه بکنید، این باعث میشه که بتونید به این نقطه تعادلی حداقل نزدیک بشید. خب الان گفتمان دولت بعدی رو پیش بینیتون چیه؟ چه گفتمانی گفتمان باید دولت باشه؟ بعدی به اعتقاد من 2 تا پایه باید داشته باشه. یه پایش این که پای دولت از اقتصاد بکشه بیرون، یعنی مداخله دولت رو در اقتصاد کاهش بده تو گام اول و اجازه بده واقعا اجازه بده که بخش خصوصی توی صحنه، بخش خصوصی واقعی توی صحنه نقش آفرین باشه. دیگه چی؟ نکته دوم بحث سیاست خارجیه. یعنی حداقل کاری هست که دولت بعد باید حتما بهش اهتمام داشته باشه. ببینید آیه صالحی، یک موجود زنده اگر با محیط پیرامون خودش سازگار نباشد، رشد و بقاش به خطر میفته، رشد هم نمیکنه. هیچ کشوری در هیچ کجای دنیا زیر تهدید جنگ، زیر تحریم رشد نکرده. ما حتی یک کشور رو سراغ نداریم که اقتصادش در فشار تحریم توسعه پیدا کرده باشه. ضمن اینکه اساسا تحریم فسادزاست. ببینید الان تحریم باعث میشه که دولتی ها ناچار باشن، ناچارن دیگه، مناسبات مالی خودشون رو غیر شفاف کنن. بله. خب میخواد نفت بفروشه، میخواد در واقع کارهای ارزیش رو انجام بده دولت. خب وقتی شرایط تحریم امریکایی اونجا نشستن دارن شما رو پایش میکنن، و شما که نمیتونی مثل گذشته حسابای مشخص بانک مرکزی پول بره اونجا از اونجا بیاد، نه، ناچاری مرتبا واسطه داشته باشی، پول از این حساب به اون حساب. بله. خودش فسادزاست. بله. یعنی تو این سال‌ها به هر حال یعنی شما 2 تا کار داری انجام میدی. تحریم هم داره منابع کشور رو از بین میبره، 1 2 داره یه طبقه میسازه تو جامعه ما. یعنی یه طبقه داره میسازه که این طبقه کارش کوچیکه، کار نمیکنه، پولش کلفته، آوردهش زیاد، پولش کلفته. یعنی با 2 تا تلفن ارتباط داره دیگه، مثلا به فلان نهاد ارتباط داره، تماس میگیره، اون نهاد بهش میگن که خب مثلا ما به شما مجوز میدیم، بعد این میتونه بره مثلا خارج از کشور یه شرکت ثبت بکنه، جابجایی انجام بده، مثلا یه درصدی هم این وسط بگیره. کل این فرایند زحمتی نداره، همش آورده رانتی است که داره، همش به خاطر رانته و بعد عددها درشته. عددها درشته. یعنی شما در اینجوری در نظر بگیرید که اگر ما صادرات نفت ایران فقط سالی مثلا 40-50 میلیارد دلار، من پتروشیمیا رو نمیگم، مثلا شما 40-50 میلیارد دلار نفت بدید، شما 5% این میشه سالی 2.5 میلیارد دلار. یعنی 2.5 میلیارد دلار شما هر دولتی رو میتونید باهاش جابجا بکنید دیگه. مگه مثلا کودتا کردن توی کشور مگه چقدر خرج داره؟ خب الان مؤلفه که فرمودی کاهش مداخله دولت
و بها دادن به حوزه سیاست خارجی و و تعامل خارجی. بله میشه تو تو همون سیاست فضایی که بله. حال شاید گفتمانی که دولت آقای حسن روحانی دنبال میکرد، تنش زدایی با غرب. من اینجا یه پرانتز خواهش بزنم. میکنم. دولت های رئیسی در هر دو موضوع عکس این عمل کرد. یعنی اولا نهادسازی ها رو به سمتی بردن که دولت رو بزرگ کردن. مثلا اومدن یه تشکیلاتی درست کردن تحت عنوان حل مشکل کارخانجات که در ریاست جمهوری شما مثلا با بانک مرکزی مشکل دارید، میرید اونجا، اونا کار شما رو انجام میدن. یا کارخونه‌ای که تعطیل بود رو مجدد راه اندازی کردن. خب مرتبا تو دولت‌های رئیسی بوروکراسی و شورا و اینها ایجاد شده. یک، پس بنابراین دولت رو بزرگ کردن، مداخله دولت بیشتر کردن. دو، تو سیاست خارجی نمیگم حالا ایجاد تنش کردن، ولی اقدام مؤثری هم برای تنش زدایی نکردن. یعنی ما هنوز همچنین تو حوزه منطقه موفق نبودن از دید حضرت علی. تو حوزه منطقه خود دولت نه، حاکمیت موفق بوده. ببین اون قسمتی که دست قدس، دست حالا اون نیروهایی که کارشون رو با نهاد رهبری هماهنگ میکنن مثلا بچهای شورای ملی و اینها، اونا موفق بودن. اما وقتی ما میایم یه لایه پایین‌تر مثلا آقای باقری و اینا، میبینیم که نه، اینا دستاوردی نداشتن. این بحثی است که اخیراً در مورد آقای شمخانی مطرح میشه، این رو تا چه حد ببین من واقعا کم و کیفش رو خیلی نمیدونم، چون اخبار خیلی متناقضه. یعنی هنوز خبر دقیقی نداریم که ولی مثلا کاری که آقای ایروانی داره انجام میده، حالا چه در عمان مذاکراتی که با امریکایی‌ها داشته، چه در حضورش در نیویورک حضور موثری بوده، خب آقای ایروانی واقعیت اینکه نماینده دولت نیست، یعنی نماینده حاکمیت در نهادهای بین المللی. پس شما حوزه سیاست خارجی رو میگید اگرم توفیقی داشتیم به خاطر تدبیر حاکمیت بوده، ربطی به دولت مثلا شما فرض کنید اون حل مسئله‌ای که ما با عربستان داشتیم به واسطه چینی ها، خب این کار خیلی بزرگی بود، ولی ابتکار عملش دست دولتی ها نبود، دست حاکمیت. یه مشکلی که واقعا دولت های رئیسی، مرحوم های رئیسی داشت به نظرم بحران در تصمیم گیری بود. یعنی سخت در سیاست خارج یا کلی میفرمایید؟ به طور کلی من به نظر می رسید که مرحوم آقای رئیسی سخت تصمیم می گرفت. حالا این شاید به خاطر اون سابقه قضایی بودن ایشون بوده که بالاخره ایشون با حساسیت باید رأی داد. آره اون وسواسی بوده که ایشون به طور تاریخی پیدا کرده که باید مثلا همه شواهد رو ببینه، همه چیز رو بشنوه، چون تو کار اجرایی اینطوری نیست. یعنی یه جای مدیر باید بگه آقا ببرید بره اون ولی کار قفل میشه. مثلا فرض کنید که من شاهد بودم تو دولت احمدی نژاد، مثلا یک کشتی روی خلیج فارس معطل مونده بوده، اگر اینو تخلیه نمیشد تمام اون محموله کشتی از بین میرفت. دیگه اونجا آقای احمدی با دستور خودش تصمیم میگرفت و عمل میکرد. حالا چه بسا ممکنه که اصلا به لحاظ قانونی هم خلاف بوده، من نمیدونم، ولی بالاخره مسئولیت پذیری مهمه. من به نظرم یکی از مسائل دولت‌های رئیسی همین بحران در تصمیم گیری بوده. یعنی کارهای بزرگ رو نمیتونستن راحت تصمیم بگیرن. خب یه دلیل دیگه هم میخوام ببینم نظر شما چیه. به هر حال یک حلقه‌ای، بعضیا میگن حلقه میم، و حالا حضرت علی هم من شنیدم که یه شکایتی هم گویا در مورد یکی از اظهار نظر شما در مورد همین مسئله بوده دیگه. شما یه اظهار نظری داشتید که بله، داماد آقای رئیسی از من شکایت کرد، آقای مقداد. به چه دلیل جسارتاً؟ من یعنی میخوام ببینم اظهار نظر خاصی بود. من یه نکته نوشته بودم که آقای مخبر از طرف این جریان تحت فشاره، خب و بعدم در واقع خب حذف کردم. خب نه، میخوام ببینم الان که به هر حال 5 تا کاندیدا
دولت داره و به نوعی مشخصه که از آقای مخبر عبور کردن، حرف شما که صحیح بوده. بله که خب ما درست عرض میکنم، یعنی میگم الان که گذشته چند ماه نشون میده که شما درست گفتید. همون موقع ما می‌دونستیم درست گفتیم. خب برای چی شکایت کردن؟ این دوستان خب به خاطر دسترسی‌هایی که به منابع قدرت، منابع قضایی، منابع امنیتی دارن، بالاخره نهادهای امنیتی، حداقل اون بخشی از نهادهای امنیتی که در دولت هست با اینا هماهنگن دیگه. خب هدفشون چیه؟ می‌خواستن بگن که این حرف درستی نیست. می‌خواستن به حال به این چنین حرفی منتشر نشه لابد دیگه. یعنی به نوعی بگن پس از دید ما این حرف درست نیست، اما خب به هر حال گذشته زمان نشون داد که شما صادق بودید. حرف درست بود. بله، صادق الوعد بودید حضرت عالی. خب نکته بعدی این که همین میخوام از این یه نقل بزنم به این که آقا شما میفرمایید قدرت تصمیم گیری آقای رئیسی نداشت و دولت ایشون. من نکتم اینه که شاید یکی از اصلی ترین دلایل همین حلقه است که دور آقای رئیسی ایجاد شد و میوندار و میداندار اصلی تصمیم سازی و تصمیم گیری در دولت شد. اینو چقدر شما قبول دارید؟ ببینید اصلا این اتفاق به طور طبیعی میافتاد برای آقای رئیسی. ببینید تمام رؤسای جمهور پیش از آقای رئیسی یه ویژگی مشخص داشتن. همشون به یک نوعی با دستگاه اجرایی به طور مستقیم یا غیر مستقیم کار کرده بودن. مثلا ما شروع کنیم از آقای هاشمی. آقای هاشمی من دوره 35 ساله بعد از رهبری دوم رو عرض میکنم. ببینید آقای هاشمی 8 سال رئیس مجلس بود. شما خاطرات آقای هاشمی رو که مرور میکنید در اون 8 سال میبینید که اینقدر که نخست وزیر یعنی آقای مهندس موسوی و وزرای دولت آقای موسوی به آقای هاشمی گزارش میدن، به رئیس جمهور وقت گزارش نمیدن. یعنی اینقدر که آقای هاشمی در جریان مسائل دولته، چه بسا به خود رئیس جمهور وقت در جریان نبود. این که میگه مستنده ها. برای خب آقای هاشمی سال 68 که آمد رئیس جمهور شد رئیس مجلس بود دیگه. بله. سابقه اجرایی و معنی نداشت. بله. سابقه اجرایی که نشسته باشه. بله. اما بالاخره میدونست دولت چه خبره. یه برنامه مشخصی هم تعدیل اقتصادی داشت و اومد کار به دست گرفت. یا بعد از آقای هاشمی که آقای خاتمی آمد، آقای خاتمی بالاخره یه مدت مدیدی وزیر بوده تو این کشور و تجربه حکمرانی داشت. بله، از سال 60 تا 71 11-12 سال آقای خاتمی وزیر ارشاد بوده. بالاخره بودجه رو میشناسه، نحوه تقسیم اعتبارات رو میدونه، مسائل دیوان محاسبات رو میدونه، آشناس با اینا. خب رئیس دستگاه قضایی اینا رو نمیدونه. حالا برسیم دیگه. ببینید بعد آقای احمدی نژاد باز همین تجربیات رو داشت. بله ایشون توی سطح بودن. باز آقای روحانی توی سطح دیگه. ببینید رئیس دستگاه قضا تعریف کارش چیه؟ یک مجموعه از در واقع پرونده‌های قضایی خدمتشون می اومده. حالا اون بخشایی که خودش باید تصمیم می‌گرفته، مثلا دوره‌ای که دادستان بوده باید کیف خاص میداده، یا فرض کنید که قاضی اگر بوده باید حکم میداده، یا رئیس قوه بوده باید مثلا ماده 477 و استیزان اعدام و جنس کارینه. خب درسته، ولی یک دستگاه عریض و طویل شما دارید مدیریت اصلا بودجهش مهمه. اصلا بودجه دستگاه قضایی میگین دولتی اصلا با یه وزارتخونه قابل مقایسه نیست. اصلا قابل مقایسه میگه چقدر دستگاه قضایی من نیرو داره. یه چیز روتینیه که میدن و سال به سال مبلغ اضافه میشه و دستگاه قضایی دنبال تامین منابع نمیره. یعنی رئیس دستگاه قضا دنبال این نیست که پروژه اجرا کنه بره تامین مالی بکنه بعد اینو تو بودجهش ببینه. اصلا خب اینجوری بخوای حساب کنی آقای روحانی هم تجربه‌ای نداشت. آقای روحانی تو مجلس فرق میکنه. مجلس افرادی که مجلسن با تیمای اجرایی کار میکنن. آقای روحانی مجلس اول بوده و بعدش هم تو مجمع تشخیص بوده، آشنا بوده با نایب رئیس مجلس بوده. آخه سالها نایب رئیس آقای هاشمی بوده آقای روحانی. خب پس شما نگاهتون اینه که فردی مثل آقای رئیسی بنا به هر حال ضعف در تجربه حکمرانی، اونم حکمرانی اجرایی مرادمه، این منجر به این شد که اون حلقه افراطی بیاد و میوندار اصلی بشه. درست عرض میکنم؟ دقیقاً همینطور. یعنی میخوام بگم این که آقای رئیسی یک حلقه معتمدی رو
نزدیکی به خودش رو میدان میده و تمام اذر و نصف‌ها، چون اساس حکمرانی هم شما میگم بخش مهمی از مسائل حکمرانی در اذر و نصف‌هاست. یعنی شما وقتی تصمیم میگیرید که مدیر عامل شرکت ملی پتروشیمی کی باشه، اونجا مهمه. خب وزیر کارتون کی باشه. بله. خب میفرمایید در دولت 13 همین حلقه ببینید شما تو مجلس که باشید با این مناسبات آشنایید. میدونید که آقا مثلا وزارت نفت چه کاراکتری رو نیاز داره، وزارت خارجه چه کاراکتری رو نیاز داره. خب آقای مرحوم آقای رئیسی این تجربه رو نداشت. این باعث میشد که یک حلقه ای که نه الزاما اون حلقه کار آمده، اون حلقه مورد وثوق ایشونه. یعنی ایشون نسبت به یه جمعی سالها در کنارش بودن، حالا ممکنه رابطه خویشاوندی داشتن یا روابط دیگری بوده، مثلا احساس کرده بوده که اینها افراد امینی هستن، دیگه به اون حلقه اعتماد میکنه. وقتی به اون حلقه اعتماد میکنه، این حلقه کم کم تمامیت خواه میشه. عملا دولت های رئیسی رو این حلقه میگردون، مدیریت میکنه. یعنی در انتصابات، در برنامه بودجه، در اعتباراتی که داده میشد، در وام ها چه این حلقه است تا جایی که این حلقه میره و میره سراغ معاون اول رئیس جمهور. دقیقا. یعنی خودش خیلی مهمه، نشون میده که پس قدرت زیادی داشتن. همینطوره. خب یه سوال، حالا که اتفاق سانحه به هر حال سقوط بالگرد رخ داد و به هر حال آقای رئیسی و هیئت همراه به شهادت رسیدند و انشالله که روح همه شهدا به ویژه شهدای سانحه بالگرد انشالله شاد باشه. من نکتم اینه که الان اون حلقه به هر حال دنبال استمرار دولت آقای رئیسی هستند. یعنی یک گفتمانی رو مطرح کردن و بعد از اون اومدن برخی از این حضرات بحث آلترناتیو آقای رئیسی رو به عنوان شهید زنده مطرح کردن. دیگه شما دنبال کردید اخبار رو. خب بعد از اون کم کم ما دیدیم فضا به یه سمتی رفت که رفتن پشت آقای اسماعیلی، محمد مهدی اسماعیلی، وزیر محترم ارشاد دولت 13. بعد از اون ما دیدیم همین اتفاق منجر به یه تشتتی در دولت شد که 4 نفر دیگه از اعضای دولت رفتن ثبت نام کردن. خب بحث هم اینه، میخوام ببینم خب آیا این چه جور به قول معروف تصمیم گیری است؟ یعنی شما تحلیلتون چیه؟ در پس ذهن این حلقه چی داره میگذره که فردی مثل اسماعیلی میشه اسلحه این حلقه؟ یک اینکه اصلا آیا اسماعیلی شما احتمال تایید صلاحیتشون چقدر میدونید؟ دو اینکه اصلا تایید صلاحیت بشن ایشون چقدر مگه قدرت رأی آوری دارن؟ میخوام ببینم این بازی سیاسی که به حضور شما عرض شد این حالا طیف و این حلقه دارن دنبال میکنن، چجوری شما تحلیل میکنید؟ یه مقدار غامض و پیچیده شده حس میکنم. ببینید اگر یه مقداری رو کنش های اینو دقت کنیم خیلی هم پیچیده نیست به نظر من. ببینید اولا این حلقه دنبال استمرار دولت های رئیسی نیست، دنبال استمرار یک بخشی از دولت های رئیسیه. یعنی اینها چون بخشی که خودشون دست نشانده خودشونن. دقیقاً. یعنی دنبال استمرار شبکه خودشونن. ببینید دولت‌های رئیسی حداقل به لحاظ گفتمانی یا به لحاظ شبکه ارتباطی 2 تا جریان درش بوده. یه جریان بنیادگرا که همین حلقه که شما بهش اشاره کردید و یک جریان تا حدی عملگرا، توسعه گرا که حولای مخبر در واقع کار پیش رفته. این حلقه نمیخواد امثالای مخبر و اینها امتداد پیدا کنن، شبکه خودشونو میخواد. خب چرا اومدن سراغ آقای اسماعیلی؟ اول من این نکته بگم، برای اولین بار در تاریخ نظامات جمهوری در کل جهان، یعنی شما تمام جمهوری ها رو در کل جهان برید بررسی کنید، اصلا یک مورد هم پیدا نمی کنید که از یک کابینه 5 نفر بیان بخوان جانشین رئیس فقید اون کابینه بشن. یعنی حالا یا دوره تمام شده یا به هر دلیلی اون فرد رئیس قبلی، رئیس جمهور قبلی ناتمام مونده، به هر دلیلی 5 نفر یعنی 20% کابینه بیان بگن آقا انا رجلون. خود همین اولا نشون میفهمه نادره در تاریخ. اصلا نداریم. عجب. اصلا نادر که نداریم. مثلا
دلیلش چیه؟ خود همین نشون میده که دولت آقای رئیسی یک دولت از هم پاشیده بود از اول. یعنی من واقعا دیشب داشتم فکر میکردم وقتی نگاه میکردم که اینا آمدن، گفتم چقدر آقای رئیسی بنده خدا هرسون خورده از دست اینا. چون اینا رو که ما تو جلسات و اینا که نمی‌دونیم چه خبری که، ولی اینا وقتی این گونه در واقع کنششون این هست که خب اینا نیروی خالص سازی شدن دیگه. خب مگه نمی از همگون باشن؟ همین خب مگه یه حلقه اینها رو گزینش مگه نکرده؟ خب چرا اینجوریه؟ همین عرض میکنم. خب عجیبه این. یعنی همین اصلا نکتهش هم اینجاست که اینا خالص شده بودن، اینا از تو دل خالص سازی اومدن. چجوری این خالص سازی همه رو مقابل هم قرار داده؟ این یه نکته که واقعا جای تأسفه که ما یک چنین از هم پاشیدگی در دولت 13 باهاش مواجه بودیم. نکته بعد ببینید آقای اسماعیلی، من معتقدم یک گزینه محلله. به چه معنا؟ به این معنا که حلقه میم که شاید اشاره کردید، یعنی آقای مقداد نیلی، آقای محسن منصوری و آقای مهدی مجاهد. حالا افراد دیگه هم هستن میشه. حالا این شاکله‌شون این 3 نفر. این حلقه اساساً علاقمندیش به آقای جلیلیه، اما نمیتونه یکو بره پشت سر جلیلی. چرا؟ میگن آقا شما بالاخره داخل این دولت یه نفر نبود که شما برید، الان که 5 تا اومدن، چرا از اینا حمایت نمی‌کنید؟ یعنی هدفشون اینه که به نوعی از دولتی که خودشون تشکیل دادن دفاع کنند، بگن این دولت توانمندی انتخاب یک کاندیدا برای ادامه دولت رو داره. یعنی ما حلقه‌ای تشکیل دادیم، حلقه اینقدر قوی هست که مثلا گزینه ریاست جمهوری از توش در میاد. مراد تو اینه؟ بله. و بعد اون گزینه کسیه که خودشون میدونن رد میشه. ببینید آقای اسماعیلی رد میشه. ببینید آقای اسماعیلی 2 تا مسئله داره. یه مسئلهش این است که اساساً ایشون شرط اساساً آقای اسماعیلی شرایط رجل سیاسی رو نداره. یعنی سابقه 4 سال مدیریت همتراز و وزارت رو ایشون نداره. اینو مطمئنی بررسی کردید؟ آها. خب 1. 2 آقای اسماعیلی با خاطر پرونده‌ای که در زمان استانداری براش تشکیل شده بود، این مسئله به شدت در مورد ایشون ایجاد حساسیت خواهد کرد در شورای نگهبان که فردی به اتهام اخذ رشوه، حالا ایشون رفته گفته آقا من این پولو گرفتم بدم به مستمندان. به اواسط دهه 90 به اوایل دهه 90 اوایل دهه 90 معاون استاندار اصفهان بله. از یک از مفسدین اقتصادی ایشون رفته پول دریافت کرده و بعد اومده مدعی شده که من این پولو اصفهان بله گفته من این پولو گرفتم که بدم به فقرا و اینا. اولا خب ایشون متوجه نیست وقتی چنین ادعایی میکنه، مثل طراران رفتار کردن، عیاران. حالا اصلا کسی چنین ادعایی در دادگاه مسموع باشه، خب دیگه اصلا مفهوم رشوه میتونه بره کنار. هر کسی میتونه، هر مدیری میتونه یه صندوق صدقات، یه کارت دستگاه پوز بذاره، اونم واسه کنه به یه خیریه، بگه آقا خیلی خب یه کارتی بکش خیریه و پولو حلال کن ما کار انجام بده. یعنی متاسفانه خیلی دفاع مضحکی هم حتی آقای انجام. بعد به نظر من آقای اسماعیلی رد خواهد شد و اینها میرن به سراغ آقای جلیلی. منتها مستقیم نمیتونستن برن پشت سر آقای جلیلی، چون بهشون میگفتن آقا شما بالاخره این همه کاندیدات دولته، چرا اومدید پشت سر آقای جلیلی؟ پاسخی نداشتن. بعد اینکه بتونن، چون اینا مدیونن، یه لایه‌هایشون اینا با آقای جلیلی مدیونن، بتونن تو اون فضا قرار بگیرن، یه محللی رو پیدا کردن که اون محلل آقای اسماعیلیه. با آقای اسماعیلی پرچم انتخابات رو بلند میکنن، آقای اسماعیلی رد میشه و اینها هم میپیچن توی کوچه آقای جلیلی. پس تحلیل شما اینه؟ من به نظرم آقای اسماعیلی محلله.
خب من اونو متوجه نشدم. اگر در وهله نخست میرفتن پشت آقای جلیلی، اعتبار دولت زیر سوال میرفت، یعنی اینو فقط همین تحلیل خودشون میرفت زیر سوال. آره که یعنی تو این 3 سال شما چه کار کردی؟ اصلا این بهشون میگفتن آقا الان بالاخره آقای بسپاش که هست، آقای سهولت مرتضوی هست، این همه کاندید شدن از تو دولت، چرا اینا رو رها کردید؟ خب بعد تحلیلتون چیه؟ به نظر شما اگر اینها بدانن که آقای اسماعیلی بنا به دلایلی که شما فرمودین رد صلاحیت میشه، احتمال داره قبل از انتشار حالا لیست تایید صلاحیت شده آقای اسماعیلی انصراف بده و بره پشت آقای جلیلی؟ چون اگر وایسن و رد بشن که این به نوعی حیثیت سیاسیشون زیر سوال میره. اینو نمیدونم آقا، میگم عقلانیت اینو حکم میکنه دیگه، درست عرض میکنه. بله دیگه، حالا بعد ببینیم اینا چقدر بهره‌مند از عقلن دیگه. خب بعد آقای بچپاش اینجا میونه‌ای با این حضرات نداره؟ بچپاش گزینه مثلا آلترناتیو عزیزان نیست؟ اینا آقای بچپاش چون از ستاد اجرایی با آقای مخبر اومده داخل دولت، حالا در این انتقاداتی که با آقای بسپاش وجود داره، اما به هر حال آقای بسپاش تو شبکه اینا نیست. یعنی آقای بسپاش تو شبکه مدیرانی که با آقای مخبر اومدن تو دولت. احتمال نمیدید که اینا برن پشت آقای بسپاش؟ بعید میدونید؟ اینا حتما بله، اینا حتما با آقای بسپاش مقابله میکنن. آقای بسپاش تیپایی مثل آقای مهرابیان و نیروهایی که در واقع ارتباط خوبی با این مخبر دارن، ستاد اجرایی کار کردن، یه تیمی بودن که تو ستاد اجرایی کار کردن. آره آقای بسپاش میگم در عین اینکه شاید انتقاداتی با آقای بسپاش وجود داره، اما به هر حال آقای بسپاش تو شبکه اینها تعریف نمیشه، تو شبکه میم تعریف نمیشه. خب الان یه سوال آقای دکتر داوری، الان خود این حلقه هم من برداشتم اینه که انسجام خودش رو از دست داده و دوپاره شده. نمیدونم شما چقدر با بنده موافقید؟ یعنی شما داخل خود رجا نیوز الان ببینید اون اختلافی که به هر حال مشهوده، خب و از اون سمت شما ببینید که آقا به هر حال مثلا یه طیف سمت حضور شما، شاید حالا خود حالا آقای مقداد نیلی و آقای نادری، از اون سمت دوباره یه طیف میره سمت آقای روزی طلب و آقای ثابتی و اینها. میخوام ببینم این رو چجوری شما ارزیابی میکنید؟ این اختلاف توی سطح بالاتری اتفاق افتاده. ببین ما جریان در واقع پایداری یا جریان نزدیک پایداری تو این انتخابات مجلس دو پاره شد. یعنی آقای محصولی آمد به نوعی محور عملگراهای پایداری شد و آقای میثم نیلی و شبکه میثم شدن در واقع نیروهای ایدئولوژیک پایداری. این اختلاف متأثر از اون شکافیه که اونجا افتاده، که اینا البته دلیلش به خاطر تسلط و منابع دولت ها، یعنی نیروهایی که اطراف های محصولی بودن، اینها به دنبال غلبه بر دولت بودن، تو شستا، تو در واقع شرکت ها، جاهایی که منابع مهم وجود داره، خب اونا هم نمیذاشتن. این به تدریج این اختلاف شکلی که اختلاف ایدئولوژیک پیدا کرد. الان مثلا کسی مثل آقای روزی طلب که من اسم بردم، خب دیدیم که از روزنامه ایران جدا شد و به نوعی رفت صدا و سیما پیش وحید جلیلی که داداش آقای سعید جلیلی است. یعنی به نوعی یک حالا نمیدونم این رو شما جزء همین اختلاف و تشتتی که عرض کردم اینجوری ارزیابی میشه دیگه. یعنی برخی از تیم همین حلقه مقداد الان با آقای جلیلی اند دیگه. یعنی اینو میشه کاملا ببین یه نکته هم شما میگم، این که آقای روزی طلب رفته اونجا، حالا مفهومش اینه که تو دولت دیگه بهش کار ندادن، مفهومش اینه، یا نذاشتن دیگه تو دولت کار کنه. خب از حلقه مقداد جدا شد دیگه. خب دیگه جایی نباید داشته باشه. آقای روزی طلب به طور تاریخی تو حلقه آقای اشتهاردی بوده، نیروی آقای اشتهاردی بوده، مسئول رمز عبور بوده که برای آقای اشتهاردی در می آورده. آقای اشتهاردی تو شبکه‌های مخبره. بله. یعنی شما آقای روزی طلب رو به یک نوعی باید ارتباط کاریش رو با این شبکه، با آقای اشتهاردی و اینها ببینید. خب چرا رفت پیش جلیلی؟ حالا این ممکنه دیگه مثلا اثر ناچاری بوده، من اونو نمیدونم. یعنی بهایشون بخواد با کار بکنه دیگه، خیلی یه جا بره مشغول بشه دیگه. به نظرم میرسه که دیگه فضا براش طوری سنگین شده بود که تو دولت نمیتونن بهش کار بدن، برای همین رها کرد و رفت به صدا و سیما، که حالا اونجا مثلا نمیدونم دقیقاً چه مسئولیتی داره یا چه مثلا عملیاتی رو قرار انجام بده نمیدونم، ولی
علیه حال تو معاون سیاسی به حال یک مسئولیتشون گرفتن، پیش پسرخاله آقای جلیلی هستن دیگه، به نوعی از این منظر حساب کنیم پیش پسرخاله آقای جلیلی هستن. حالا من عرضم چیه آقای دکتر داوری، من میخوام ببینم الان با این حالا فضای تحلیلی که حضرت علی فرمودید، من میخوام یه نقبی بزنم به آقای قالیباف و جناب آقای لاریجانی. یعنی ببینم تو الان فضایی که شما فرمودید که دولت بعدی 2 تا مؤلفه رو باید در دست کار قرار بده. یکی بحث کاهش مداخله دولت که به هر حال در دولت های رئیسی و احتمالاً حلقه و حتی های جلیلی و اسماعیلی اینا که اصلا تو این فضا نیستن. 2 بحث سیاست خارجی، بحث تنیع زدایی که باز هم به نوعی در تضاد با رویکرد حضراته. خب میخوام ببینم آقای قالیباف و جناب آقای لاریجانی رو شما اگر بخواهید یه تجزیه تحلیل نسبت به همین 2 مؤلفه داشته باشید، کدوم یکی از این 2 عزیز رو نزدیکتر به این گفتمانی میدونید که دولت 14 رو باید دنبال کنه؟ ببین من به نظرم هم آقای قالیباف هم آقای لاریجانی به این 2 مؤلفه باور دارن. یعنی میتونیم بگیم هر دو توسعه گران؟ آره، یعنی ما اگر امروز کاندیدای توسعه گرا رو بخوایم شاخص بندی کنیم تو این انتخابات، حتما رتبه آقای لاریجانی و آقای قالیباف بالاست. کدوم یکی بالاتره؟ میخوام ببینم کدوم یکی پایبندتر از نسبت به دیگری به توسعه؟ من واقعیتش من از آقای لاریجانی کار اجرایی پروژه‌ای ما ندیدیم. یعنی آقای لاریجانی این باور رو داره ها، من بحثش رو دنبال میکنم، اما اینکه آیا تو عمل هم زمانی تو شورای عالی امنیت ملی بودن اونو شما در نظر اون چون کار اجرایی به معنا نیست. نه پروژه منظورتون چیه؟ یعنی کار سیاست گذاری روی زمین. ببین مثلا آقای قالیباف می اومده مثلا شهردار بوده، شهردار بوده، بانک تاسیس میکرده، منابع رو جدا میکرده، یعنی کار اجرایی خیلی ملموس رو زمین نداشته. آره. خب اینجا نمیتونم قضاوت کمی بکنم، اما در این که آقای لاریجانی باور داره به علاوه روی کردی. آره، من چون دنبال میکنم سالهاست مطالب آقای لاریجانی رو، آقای لاریجانی نگاه خوبی داره تو این حوزه، باور داره. امیدوار هستم که در واقع این باور در حوزه اجرا هم بتونه خودش رو به نوعی منعکس بکنه. آقای قالیباف تو عمل نشون داده که این کار رو بلده، یعنی این کار رو کرده. یعنی شما یه بخش مهمی از توسعه کالبدی تهران در همین نوع مدیریت های قالیبافه که تونسته در واقع بخش خصوصی رو و صاحبان سرمایه، حجم بسیار بزرگ سرمایه گذاری که در تهران صورت گرفت در دوره ایشون نشون میده که ایشون و فقط هم تو حوزه‌های نمیدونم تونل و اینا نبوده. یعنی آقای قالیباف اومد بحث خانه‌های مشارکتی رو مطرح کرد، خانه‌های فرهنگ رو مطرح کرد، تعداد بسیار زیادی سالن‌های تئاتر که بی سابقه بود در تهران اینا رو ایجاد کرد. خب اینا همه یه موقع تهران فقط یه تئاتر شهر بود تا قبل از آقای قالیباف. یعنی شما اگر هر جای تهران بودید می‌خواستید تئاتر ببینید، باید از مثلا غرب تهران تلک تلک می‌اومدید تا چهارراه ولیعصر بتونید یه تئاتر ببینید. بعد ایشون اومد نه پردیس‌ها رو ایشون ایجاد کرد، یعنی اومد مجوز پردیس‌ها رو ایشون داد که پردیس‌های تجاری محیط‌های فرهنگی ایجاد می‌کردن. خب اینا میخوام بگم یعنی توسعه کالبدی، یعنی کارنامه‌ای دارن که نشون میده ایشون توسعه گران. بله آقای قالیباف. خب یه سوال اینجا مطرح میشه، سوال اینه که حالا فردی مثل حالا آقای قالیباف فرصت داشته برای اجرا، یعنی شما میگید حسب کارنامه من بخوام در نظر بگیرم آقای لاریجانی کارنامه نداره، آقای قالیباف داره. من میخوام ببینم علاوه گفتمانی، چون برخیان میگن آقای قالیباف گفتمان ندارد، با فقر گفتمانی مواجهه. خب میخوام ببینم اینو شما چقدر ببینید گفتمان به بحث عمل رو شما فرمودید. نه درست متوجهم. ببینید گفتمان به این معنا که یک شبکه روشنفکری رو ایشون تغذیه بکنه نه نداره ایشون. ولی یه سخنرانی من از ایشون دیدم سال آذر 1401 در مجمع سالیانه صندوق توسعه ملی، سخنرانی مفصلیه، فکر کنم 1-2 ساعت ایشون سخنرانی کرده
خیلی طولانی، اصلا یه جزوه خیلی، یعنی من وقتی پرینت گرفتم یه جزوه شد سخنرانی. پرینت گرفتم چون مهم بود، یعنی میخواستم نوت برداری بکنم ازش تحت اون حکمرانی نو. این ربطی به گفتمان نو اصولگرایی که شما مطرح کردن که نبود، هیچ ربطی به نه این بعد از وقایع سال 1401 آقای قالیباف یک کلید واژه‌ای رو مطرح کرد تحت عنوان حکمرانی نو. یعنی ما باید تغییر بدیم یا پوست اندازی کنیم در حوزه حکمرانی. بعد اونجا یه مجموعه از المان‌ها رو توضیح میده که ما در حوزه فرهنگی چه باید بکنیم، در حوزه در واقع سیاست داخلی چه باید بکنیم، در حوزه اقتصاد چه باید بکنیم، در حوزه تجارت خارجی چه باید بکنیم. اینو میگین گفتمانی بود محتوا؟ میخوام بگم آقای قالیباف المان‌هاش رو داره، توضیح کننده نداشته. ببین آقای خاتمی ایده گفتگو تمدن‌ها رو آقای هادی خانیکی خدا حفظ کنه انشالله در واقع ایجاد کرد. این ایده رو داد به آقای خاتمی. آقای خاتمی ایده گفتگو تمدن‌ها رو تو سطح بین‌المللی مطرح کرد و یک شبکه روشنفکری، شبکه دانشگاهی این ایده رو توزیع کرد تو جامعه. آقای قالیباف ایده های توسعه گرایانه داره، شبکه توزیعی نداره. یعنی آقای قالیباف باید یک شبکه تبیین و توزیع باید داشت. دقیقاً آقای قالیباف باید یک شبکه توزیع گفتمانی ایجاد کنه. اتفاقا به نظر من خود آقای هاشمی هم توی دوره همین وضعیت رو داشت، یعنی نمیتونست از سیاست دولتش دفاع کنه چون میگه دولت هم دولت کاره. اینجا بین آقای هاشمی و آقای قالیباف مشابهت وجود داره. حالا آقای هاشمی به تدریج مدیرانش که اومدن کنار و در واقع از مسئولیت کنار رفتن، به تدریج حالا یه گفتارهای تنظیم شد که آقا اقتصاد آزاد چیه، اقتصاد بازار چیه، تعدیل ساختاری اقتصاد چه هست و اینا. حالا فارغ از خوبی یا بدی من نمیخوام قضاوت کنم، بالاخره یه چیزای تولید و توزیع شد. آقای قالیباف توزیع شبکه توزیع گفتمانی نداره. خب حالا من عجیبا بخوام نقل بزنم با آقای احمدی نژاد. به هر حال در کمال شاید ناباوری مجدد آقای دکتر محمود احمدی نژاد اومدن ورود کردن به عرصه انتخابات. میخوام ببینم آیا گفتمان امروز آقای احمدی نژاد با گفتمان احمدی نژاد مثلا نمیدونم 92 متفاوته یا نه؟ یکی این سوالمه. سوال دوم این که به نظر شما هدف آقای احمدی نژاد از ورود به عرصه انتخابات چیه و دنبال چه مسئله‌ای؟ چون قطعاً آقای احمدی نژاد و همه ما میدونیم که احتمال رد صلاحیت ایشون تقریباً 100%. خب از دلش چه آورده سیاسی برای آقای احمدی نژاد و گفتمانی که ایشون دنبال میکنه داره؟ اول در مورد گفتمان بفرمایید بعد این سوال. آقای احمدی نژاد یک شیفت پارادایم گفتمانی پیدا کرد، یعنی یک تغییر ساختار گفتمانی پیدا کرد. آقای احمدی نژاد سال 84، چون من کار تحلیل محتوای گفتمانیشون انجام دادم. بله شما تو کار آقای احمدی نژاد سال 84 دال مرکزی گفتمانش دولت اسلامیه. یعنی ایشون میگه من آمدم که دولت اسلامی رو با محور عدالت، حالا عدالت میشه دیگه جزء دیگه مفصل بندی. آره اون بله. حق و اون دال مرکزی دولت اسلامی. 88 دال مرکزی ایشون میشه عدالت و 92 یا 90 به بعد دال مرکزیشون به تدریج میشه آزادی. ببین آقای احمدی نژاد از گفتمان بنیادگرای جبهه پایداری شروع کرد، چون دولت اسلامی دال مرکزی گفتمان آقای مصباح یزدی و جبهه پایداریه. آمد به جریان عدالتخواه نزدیک شد، یعنی به یه تیپایی مثلا مثل وحید جلیلی و اینها از جنس گفتمانی شما عرض کنم ها. و بعد از یعنی این به تدریج اومد به سمت اصلاح طلب ها، یعنی همون چپی که من به شما گفتم که مخالف توسعه. دقیقاً. یعنی آقای احمدی نژاد ما نمیتونیم یک سیر غیر انقطاعی، یعنی مرتباً دچار انقطاع گفتمانی شده.
یعنی الان گفتمان امروز ایشون نسبتی با گفتمان 88ش نداره، نسبتی با گفتمان 84ش اصلا نداره، حتی در تضاد 84ه. یعنی گفتمان امروز آقای احمدی نژاد وقتی شما سخنرانیشون میخونید گویی که یک علامت نقیض جلوی هر آنچه که 84 گفته و به سمت. دلیلش چیه؟ خب دلیلش اینه که ببین برای آقای احمدی نژاد مسئله قدرته. ببین آقای احمدی نژاد تلقیش اینه که آقای احمدی نژاد نوع سیاست ورزیش اقتضاییه، یعنی بر اساس اقتضاعات زمان و مکان ایشون موضع میگیره. اون اقتضاعات چیه؟ که بتونه خودش رو تو مختصات قدرت به نوعی تثبیت بکنه. ببین آقای احمدی نژاد هم دقیقاً توی دوره‌ای میاد و با آقای لاریجانی به نوعی متحد میشه در دوره انتقالی از مجلس هفتم به مجلس هشتم. چرا؟ نه اینکه با آقای لاریجانی صنمی داره، میخواد حداد عادل رو حذف بکنه. چون آقای احمدی نژاد میخواد آقای حداد عادل رو حذف بکنه، تاکتیکیه. تاکتیکی در اقتضایی دیگه. بله. یعنی میاد با آقای لاریجانی متحد میشه، آقای لاریجانی برای حذف یه رقیب ایشون حذف کنه. بعد خب. در آینده آقای لاریجانی میشه رقیب. بعد در آینده به تدریج خب میبینه که آقای لاریجانی هم داره براش مسائل ایجاد میکنه، دوباره شروع میکنه با آقای لاریجانی هم توی مدل های دیگری درگیری ایجاد کردن. همین وضعیت رو راجع به آقای هاشمی داره. یعنی شما توی دوره‌هایی میبینید که آقای احمدی نژاد استاندار آقای هاشمی بود اصلا. آره توی دوره بالاست نسبت به آقای هاشمی، بعد میاد استاندار که چه عرض کنم ایشون عضو هیئت مؤسس حزب کارگزاران قرار بوده باشه، تا این حد نزدیک بوده و بعد چون رهبری استانداران رو نهی کردن، معاون وزرا رو نهی کردن، وزرا رو نهی کردن سیاسی. از عضویت کارگزاران، عضویت در وقتی نهی کردن ایشون قرار بود. ببینید میخوام بگم اینقدر سال 75 آقای احمدی نژاد به آقای هاشمی نزدیک بوده که بهش پیشنهاد میدن، میگن بیا عضو حزب کارگزاران بشو، تا این حد به جریان نزدیک بوده. اما خب ایشون تو بعد همین آقای احمدی نژاد 84 میشه رقیب آقای هاشمی، اونم رقیبی که پنجه میکشه به صورت آقای هاشمی، یعنی آقای هاشمی رو تخریب میکنه. همین آقای احمدی نژاد سال 92 به خود من گفت به بچهای رسانه بگید که دیگه آقای هاشمی رو نزنن. 92 که دولت اومد بیرون، گفت چون که گویی عده‌ای میخوام با دست ما آقای هاشمی رو بزنن، ما چرا باید بازیچه بشیم؟ یعنی میخوام بگم باز اقتضایی، یعنی نگاهش با آقای هاشمی تضاد راهبردی نیست، به عنوان کاملا یک رقیب الان همینه. یعنی همین الان اگر آقای احمدی نژاد الان میاد توی ستاد انتخاب با آقای لاریجانی مطلق میندازه، ولی میخواست دو قطبی رو وارث کنه. آره به نوعی حالا میخواست تضعیف کنه دی موقع آقای لاریجانی رو. حالا وقتی که همین آقای احمدی نژاد اگر احساس کنه که با آقای لاریجانی میتونه مثلا 4 قدم اهدافش رو پیش ببره، تردید نکنید که میاد و از آقای لاریجانی حمایت میکنه، کما اینکه با آقای رئیسی این کارو میکرد. ایشون یه سخنرانی داره اردیبهشت سال 1400، هنوز آقای رئیسی کاندید نشده. ایشون میاد اونجا میگه که اینا آقای رئیسی رو هم نهی میکنن از کاندیداتوری. چرا؟ چون دنبال این هستن که مثلا اسم میاره ولی اشارهش با قالیبافه، میگه اینا میخوان اون نفر اصلی خودشونو بیارن. آقای رئیسی بله. آیت الله رئیسی لفظ رو دقت کنید، بله. میگه نفر اصلی، میگه نفر اصلی نیومده. بله. اینا میخوان خب بعد آقای رئیسی کاندید شد، مرحوم آقای رئیسی، آقای قالیباف کاندید نشد. یعنی میخوام بگم که نوع کنش ایشون کاملا اقتضایی و متناسب با شرایط قدرت. خب الان هدفشون چیه؟ فقط تخریب لاریجانی؟ نه ببین آقای احمدی نژاد به اعتقاد من میداند که تایید صلاحیت نمی شود. چرا میاد؟ به 2 دلیل. یک، با فرصت کاندیداتوری و همون تبلیغات محدودی که بالاخره 200-300 نفر با خودش همراه میکنه اونجا، بالاخره جلب توجه رسانه ها میخواد فرصتی پیدا میکنه. تو این فاصله بالاخره خودش رو
تو فضای عمومی دوباره به نمایش زنده نگه میداره. یک. دو، آقای احمدی نژاد به هر حال از طرف نظام یه سری امکانات در اختیارشه، مثل دفتر ولنجک، مثل در واقع بودجه و اعتباراتی که برای اداره اون دفتر، تیم حفاظت، اینها بهش پرداخت میشه. بالاخره وقتی که ایشون از صحنه بره کنار، به تدریج این منابع رو ممکن ازش بگیرن. یعنی اگه میخواد بگه من همچنان کنشگر هستم، یه نیروی سیاسی هستم. بله. بنابراین این باعث میشه که اگر برای حفظ وضع موجودش، برای حفظ وضع، خب یه نکته در طول این ایام ایشون سکوت مطلق کرده بود و بعد ناگهانی تو به زنگای انتخابات میاد و خودی نشون بده. خب تو اون سکوت مطلق این فکر رو نمی‌کرد که شاید حذف بشه؟ خب تو اون سکوت مطلق اولا ببینید همون سکوت مطلق رو طوری مدیریت میکرد که کنشگری محسوب میشه. چرا؟ ببینید آقای احمدی نژاد تو جاهای سکوت کرده که هیچکس سکوت نکرده. یعنی خاص بودن و دیده شدن مجدد. الان میگن آقا چرا غزه اینطوری شده، چرا سکوت کرده؟ بازم تمام اذهان به سمتش معطوف شده. آقای احمدی نژاد بازی رسانه رو خوب بلده. بازی رسانه رو از کجا یاد گرفته؟ به نظر من یه بخش زیادی ذاتیه. یعنی البته خودشون یه محدود کار رسانه کرده. تو دوره دانشجویی نشریه جیغ و داد در می آورده. دانشگاه مصنعت نشریه طنز بود. گرایش ضد خب باشه یه نشریه خیلی نمیتونه خیلی، ولی به نظرم چیزه. نه شاید هم مشاورین و اطرافیان نه ربطی نداره. خودش هوش هیجانی بالایی داره. یعنی میتونه بفهمه که چی جامعه رو قلقلک میده. اینو خوب میفهمه. مدیریت افکار عمومی رو بلده. آره. ولی اینکه حالا این به لحاظ محتوایی، به لحاظ عقلانیت، خردورزی، آیا اصلا این خیلی از موضوعات لزومی داره که مطرح بشه؟ خب اینو میشه راجعش صحبت کرد. کلان نقشه محمود احمدی نژاد چیه آقای دکتر داوری؟ ببین آقای احمدی نژاد من معتقدم از یه جایی به بعد تلاش میکنه که آلترناتیو جمهوری اسلامی باشه. یعنی خیلی حرف بزرگی است. یعنی دیگری جمهوری اسلامی بشه محمود احمدی نژاد. عجیب نیست؟ حالا ببین ایشون چون یه تلقی داره که خب همین میخوام به شما بگم، اون تلقی غلط اینجاست. حداقل از سال 96 به بعد من بارها ازشون میشیدم که نظام 6 ماه دیگه کارش تمومه. از 96 به بعد، یعنی اون موقعی که رد صلاحیت شد. خب بر چه اساس؟ یعنی تحلیلش مبتنی بر چیه؟ به هر حال موقع شما ازش میپرسید بعد 4 تا شاخص بیاره. به نظر همین که میگه وقتی فرصت برای منی که نماینده توده های مردمم، منی که میتوانم جامعه رو به حرکت در بیارم، جامعه رو نمایندگی کنم، من رو حذف میکنن، وقتی من تحمل نمیشم این نظام دیگه به ته خط رسیده. خب خودش رو نماینده توده ها میدونه. آره، بعد چند تا اشتباه میکنه. یه اشتباهش اینه که آقای احمدی نژاد متوجه نیست که دوچار گسست نسلی شده. یعنی چی؟ به این معنا که ببین الان بچه‌های متولد سال 80 روزی که آقای احمدی نژاد از سر کار کنار آمده، در سال 92 اومده کنار، الان تقریبا 20 سالشونه، 19 سال، 12 سالشون بوده بچه متولد سال 80. حالا شما در نظر بگیرید که همینا به تدریج 85 یا 86 یا 90 یا الان 90 یا 12 13 سالشونه. نسل جدید دیگه خاطری از آقای احمدی نژاد نداره. یعنی اگر شیرینی هم تو دولت های احمدی نژاد برای طبقات محروم بوده، اون شیرینی تا نسل سوم بوده، نسل چهارم دیگه بریده است. دقیقاً. یعنی ببینید یک بخش مهمی از بچه‌های دهه 70 به بعد اینا تصویر که اینا ثقل امروز جمعیت ایرانن. اینا دیگه خاطره از آقای احمدی نژاد ندارن، نه خاطره رادیکالیسم سیاسیشو دارن که ولی میگفتن من برادران قاچاقچی و فلان و اینها، نه خاطره ای از حالا اصلا کشورداریشو دارن، اصلا دولتشو دارن. همین اتفاق برای خاتمی هم یه جوری افتاده ها. بله دقیقاً. برای خاتمی هم، خاتمی 76 که اومده دیگه بچه‌ها دو نسل گذشته دیگه. همین اتفاق ایشون هم افتاده. خب یه سوال،
آقای احمدی‌نژاد خودش رو فرمودید نماینده توده ها میداند، توده مردم. من سوالم اینه واقعا آقای داوری اصلا یعنی ارزش گذاری خودمون رو بذاریم کنار، به عنوان یک فرد بی‌طرف من از شما سوال میپرسم، احمدی‌نژاد واقعا مقبولیت داره یا هر چی هست صرفا نمایشه؟ ببینید آقای احمدی‌نژاد در یک دوره‌ای با منابعی که نظام در اختیارش گذاشت، رئیس جمهور بود دیگه، سازمان ملی مسکن در اختیارش بود، بودجه دستش منابع طبیعی در اختیارش بود، زمین ها رو اومد تا حدی تو چارچوب مسکن مهر و اینها واگذار کرد، منابع بانکی در اختیارش بود. به روستایی ها مثلا نمیدونم گاو میداد، گوساله میداد، یه کارایی انجام میداد دیگه. ببینید با مجوزها و حمایتایی که رهبر انقلاب میکرد، با حمایتایی که آیت الله خامنه‌ای میکرد، در واقع احمدی‌نژاد با منابع نظام و منابع کشور توانست در بخشی از جامعه ایران برای خودش سمپات ایجاد کنه. آها خب این مهمه. بله. دقت بفرمایید. بله. مثلا فرض کنید که من زمان آقای احمدی‌نژاد، مثال میگم من نوعی، مثلا با 15 میلیون تومان در فلان شهرستان مثلا یه مسکن مهر 70 متری گرفتم که اون مسکن مهر 70 متری مثلا 3 میلیارد تومان قیمتش. خب پیش خودم فکر کنم اگر احمدی‌نژاد نبود، من اینو نداشتم. من نداشتم الان باید مستاجری و فلان. من به باعث یه حس وفاداری میشه. یک اون سمپاتی میشه. سمپاتی میشه. میدونی چی میخوام به شما بگم؟ منتها این حس سمپاتی اون فردی که اون مسکن رو گرفته، یا اون فردی که وام رو گرفته، یا اون فردی که یارانه رو گرفته، اینو نمیدونه که آیا احمدی‌نژاد از جیب خودش که نداده که، از منابع کشور برای خودش تولید سمپاتی کرده. کسی هم نبوده اینو توضیح بده. کسی هم توضیح نداده. برای همین آقای احمدی‌نژاد تونسته با منابع دیگری برای خودش کسب وجاهت بکنه. من نمیخوام بگم این کار کیه. آها، یعنی کسی مشاوره داده به؟ نه، یه تعریف داده. این تعریف کار شیطانه. شیطان، شما هر کتاب مدیریت استراتژیک رو که باز میکنید میگه بزرگترین مدیر استراتژیک در جهان شیطانه. چرا؟ شیطان که خودش قدرتی نداره که. شیطان میاد با منابعی که تو وجود شماست، حس شهوت‌خواهی، حس شهرت طلبی، حس مال دوستی، اینا رو تحریک میکنه، میندازه شما رو ریل خودش. یعنی با منابع دیگری شیطان پروژه‌ش رو پیش میبره. چه جالب. این خیلی مهمه. تنها موجودی که در جهان با منابع دیگری ابلیسه، شیطان. عجب. من یه بار اینو گفتم خیلی عجب. حالا نکته اینه که حالا فردی، آخر من پاسخ یه خطی حضرت علی، الان آقای احمدی‌نژاد مقبولیت داره؟ آقای احمدی‌نژاد تو این شبکه مقبولیت داره. این شبکه تعدادشون متنابه قابل ملاحظه است یا نه؟ ببین این شبکه به نظر من به تعداد خانوارهای مسکن مهر، یعنی مثلا حدود 4-5 میلیون خانوار، و در یه دوره‌ای هم به همین تعداد تقریبا شاید 30% جامعه ایران باشه. ما 24-5 میلیون خانوار داریم که خب ثقل اینها عمدتاً تو شهرهای بزرگن. شما میگین 4-5 میلیون خانوار. آره، به نظر من حدود بین 7 تا 8 میلیون از خانوارها که غالبا هم تو شهرهای کوچک، مناطق روستایی و حاشیه‌نشین شهری هستن، اینها با اینا سمپاتی دارن. خب ولی با بود 3 نفر تقریبا من فکر می‌کنم آقای احمدی‌نژاد یه عددی، اصلا این معنی رأی نیست، چون اینا بله خیلی مهمه، سنی همشون واجد شهر رأی نیستن، ولی با بود خانوار 3.5 در واقع نفر 24-5 میلیون نفر متأثر زندگیشون از سیاست. ولی نسل امروز و حداقل من تو روستا دارم میبینم، جوانان امروز، نسل زد ساکن در شهرستان‌های کوچک و روستاها،
واقعا موقعی مثلا باهاشون صحبت میکنیم هیچ حسی نسبت به احمدی نژاد ندارن. پروسس نسلی اتفاق افتاده دیگه. همین من میخوام عرضم اینه، میگم هر چی زمان داره میگذره دقیقاً اون درصدی شما فرمودید به طور خیلی به نظر من با یه شیب تندی داره کاهش پیدا میکنه. و بعد جدا از اون ببینید حالا مسکن یه کالای پایداره، یعنی شما بالاخره این مسکن رو دارید دیگه، ولی یارانه بعد از 3-4 سال اثر خودش از دست میده. یعنی یارانه 45,000 تومانی سال 89 قدرت خریدش معادل $45. امروز یارانه 45,000 تومانی $1 هم نیست دیگه. یعنی شما باید یه چیزی هم روش بذارید بتونی $1 بخرید. اینه که دیگه اون اهمیتی نداره برای جامعه. دقیقاً. یعنی به خصوص مثلا چون تو دولت های رئیسی هم یه مقدار یارانه ها رو جابجا کردن، به نظر من اثر یارانه ها شسته شده در مورد احمدی نژاد. یعنی باز اون 30% خانواری که من گفتم اون اومده پایین و بعد تو طول زمان هم هی داره کاهش پیدا میکنه. این کاهش پیدا طبیعیه، همین نسل جدید که میاد. خب من میخوام ببینم اون فضایی که شما میفرمایید که به هر حال احمدی نژاد یک، حالا لفظ انگلیسی پلن رو به کار نبریم، یک نقشه‌ای دارد، یک برنامه‌ای دارد، یک نقشه کلانی تو ذهنش هست که فرمودید میخواهد خودش رو دیگری نظام جلوه بده و تو اون کانتکست میخواد و تو اون زمینه میخواد کنشگری کنه. من سوالم اینه که اولا الان آیا احمدی نژاد با این مشایخ مرتبط هست یا نه؟ دو اینکه این فضای فکری چقدر متأثر از شخصی مثل آقای مشاییه؟ ببین من اولا اونو یه مقدار بازترش کنم که مسئله جا بیفته که من چرا دارم میگم میخواد دیگری نظام باشه. ببین وقتی شما فکر کنید که این نظام در حال فروپاشیه، طبیعتا دیگه با این نظام نمیایید برنامه بلند مدت بذارید. سعی میکنید که اولا تعامل دیگه نمی‌کنید، تعامل نکنید و بعد اینکه ادبیاتتون رو حتی رادیکال کنید، حتی ادبیاتتون رو کنتراست بدید با گفتمان نظام که شما تو همین سکوت‌های احمدی نژاد میتونید اینو که برجسته بشه و بعد اینکه منتظر اون لحظه اید، منتظر لحظه فروپاشی است. مشابه چیزی که توی شوروی سابق آقای یلتسین عمل کرد در دوره آقای گورباچوف، آقای احمدی نژاد فکر میکنه که میتواند یک یلتسین باشه. اینو جایی مطرح کرده یا برداشت شماست؟ نه این برداشت من. ببین آقای احمدی نژاد به شخصیت یلتسین خیلی علاقه داره. یعنی اون زمان دنبال میکرد ایشون؟ بله ایشون دنبال میکرد. اون صحنه‌ای که من خاطرم از تو منزل آقای بقایی، اون صحنه‌ای که یلتسین میره جلوی در واقع مجلس دوما روی تانک میره بالا، اینو ما میدیدیم. آقای احمدی نژاد خیلی علاقه داره اون صحنه. یلتسین آمد و کارو به دست گرفت و رئیس جمهور شد. آقای احمدی نژاد به اعتقاد من خودش رو در یک قامت یلتسینی میبینه که میتونه. خب یلتسین دو تا ویژگی داره. یه ویژگیش اینه که درست عضو رئیس حزب کمونیست روسیه است، اما گفتمانش غربگراست. یعنی گفتمانش با گفتمان‌های کمونیستی شرقی نیست، غربی. برای همین غربی‌ها خیلی حمایتش می‌کنن. دومی یعنی گفتمانش کمونیستی نیست، نه. لیبرالیستی است. به یه نوعی فاصله گرفته از گفتمان حکمرانی رسمی شوروی. غربی شده دیگه. غربی شده. نکته بعدی که یلتسین داره مسئله ارتباطش، یه ارتباط نقطه چینی با نظام داره، با نظام شوروی سابق. بیرون از نظام نیست ولی خیلی داخل نظام هم نیست. رو مرزه. یه کنشگر مرزی است. آیا همینجور این دو ویژگی رو سعی کرده و خوش حفظ کنه. برای هم ببینید یعنی همزمان عضو مجمع تشخیص هست، همزمان هم رفتارهای اپوزیسیون از خودش نشون میده. سخته. تعادل بخشی و تنظیمگری کار سختی است. هوش هیجانیش اینجاست دیگه. خب بعد نظام تا کی میخواد مدارا کنه؟ برداشت شما چیه؟ چون نظام میدونه آقای احمدی نژاد این تصوری که از خودش داره توهمی بیش نیست و بعد میدونه که آقای احمدی نژاد پایگاه اجتماعی نداره. و بعد میدونه این همون که شما گفتید این پایگاه همون پایگاه سمپات ها هم
داره ریزش میکنه، چرا باید نظام هزینه بده؟ آره. چون هر گونه تقابل مجدد منجر به برجسته سازی میشه و این بعدش نمیاد آقای احمدی نژاد. اصلا خیلی علاقه‌منده. در مورد آقای مشایی، من تا اونجا که اطلاع دارم آقای مهندس مشایی تهران نیست، یعنی خارج از تهران در واقع زندگی میکنه. تو مناطق خوش آب و هوای تو شمال شمال رفتن یا منطقه خودشون دیگه. منطقه خودش. تو منطقه کشاورزی میکنن دیگه. حالا جزئیات نمیدونم ولی میدونم که به خاطر بیماری دیابتشون دیگه کلا از تهران رفت، یعنی ارتباطی دیگه با حالا نباید ارتباط حضوری باشه. نه اصلا ارتباطی نداره آقای مشایی. آقای مشایی بعد از زندان کلا کار سیاسی رو گذاشت کنار. و من فکر میکنم اینقدر که آقای بقایی رو آقای احمدی نژاد موثره، آقای مشایی هیچ وقت موثر نبوده. الان آقای بقایی تاثیر داره. خب الان آقای بقایی، حالا الان واقعا خب من چهار تا ندارم نمیدونم، ولی اون دوره‌ای که ارتباط داشتم آقای بقایی خیلی موثر بود رو بیشتر از مشایی، بسیار بیشتر. علیرغم تصویری که شاید مردم دارن و آره فکر من گاهی وقتا به بعضی دوستانم میگفتم شما اشتباه میکنید که فکر میکنید مشایی آقای مشایی نه، آقای مشایی دنبال زندگی خودشه. کاری نداره. مثلا اون کسی که شاید قدرت براش مسئله است بیشتر بقایی تا آقای مشایی. حالا یه فضای دیگه میخوام از احمدی نژاد عبور کنیم و دیگه کم کم به مسائل اصلی برسیم و جمع‌بندی کنیم. من عرضم اینه که تو همون فضای موهومی که شما فرمودی که آقای احمدی نژاد داره، میخوام اینم به هر حال یک فضایی بود در حالا سالهایی که ایشون رئیس جمهور بود و بعد از اون که در رسانه‌ها مطرح بود، این بود که فضای ارتباط با برخی از افرادی که مثلا نمیدونم بهشون چی بگیم، رمال بگیم، نمیدونم پیشگو بگیم، اسامی مختلف داره دیگه. حالا حتی مثلا بحث ارتباط با اجنه هم مطرح شده بود برای برخی از این آقایون و اینها. میخوام ببینم این رو شما چقدر اول اینکه تایید میکنید این مسئله رو یا نه، و اینکه اگر تایید میکنید به نظرتون چقدر میتونه تأثیر بذاره رو این فکری، چون شما موقعی وارد این فضا میشید، هر فردی که وارد این فضاها میشه کم کم دیگه تمام زندگیش رو بر اساس همش مباحثی که اینها بهش میگن میبنده، که مثلا شما میفهمید گفته آقا مثلا یه مدت دیگه براندازی صورت میگیره. خب اینها شاید چیزاییه که شاید اطرافی‌ها بهش القا کردن. میخوام اینو چقدر شما جدی میدونید؟ ببینید در این که مثلا افرادی مثل عباس غفاری و اینها، مثلا اسمی که مطرح شده بود دیگه، بله، یا آقای محقق نامی بود در شیراز میگفتن، یا اون علی یعقوبی، یا اون شبکه آقای لطیفی نسب، اینا همه با هم تو یه بره بودن یا تک تک؟ نه اینا جدا بودن، زمانی جداگانه با هم جدا مطرح می شده. من جز در مورد آقای لطیفی نسب، در مورد اون 3 نفر دیگه خیلی شاهد و بیانیه ارتباط مستقیم ندارم. ببین مثال میگم، من ندیدم آقای احمدی نژاد با آقای علی یعقوبی ارتباط داشته باشه، ولی خب گفتمان‌های علی یعقوبی یا المان‌های گفتاری علی یعقوبی صحبت‌های احمدی نژاد هست. این نکته مهم. آره، یعنی اماره مهمی. آره، یعنی شما مثال من میگم، مثلا خب یک از ایده های خیلی پر سر و صدای علی یعقوبی بحث ظهور سغراست و آقای احمدی نژاد تو صحبتاش عملا به ظهور سغرا اعتقاد داره که امام زمان ظهور کرده، منتها سطح ارتباطش محدوده. آقای نژاد به این اعتقاد داره، گفته اینو، حتی من 2-3 جا نشون دادم اینو که بعضی حرفایی که ایشون میزنه مشابه حرف علی یعقوبیه. در مورد آقای عباس غفاری های محقق من چیزی ندیدم، ولی گفته میشه که آقای غفاری، عباس غفاری و آقای محقق تو اون مقطعی که بازداشت میشن یا ازشون توضیح خواسته میشه، اونها به بعضی از ارتباطات با تیم آقای احمدی نژاد مثلا به یه نوعی اقرار میکنن که مثلا خاطرم از، حالا فکر کنم از قول محقق من شنیدم این رو، مثلا محقق گفته بوده که مثلا یه کیف خیلی پرپولی گرفته بوده، یه ساک پولی گرفته بوده که یه دعایی رو مثلا بهش دادن که یه جایی بذاره. حالا اون جاشو دیگه ول کنید کجا بوده. آره، ولی
جای خاصی بود. جای خاصی بوده، یعنی فرد خاصی اونجا آها. بوده. یه چنین بحثایی توی مقطعی مطرح. اونها گفتن، من میگم این شنیده ای که از اونا دارم. آها. و الان من خودم واقعا ندیدمش آقای مثلا احمدی نژاد یا آقای مشایی با اون عباس غفاری ارتباط داشته باشه. در موضوع علی یعقوبی عرض کردم شباهت‌های گفتمانی بین آقای احمدی نژاد و علی یعقوبی وجود داره. در مورد آقای لطیفی نسبم که ارتباط آشکار دیگه، ارتباط خیلی آشکار و بحث جمع‌کران و که ارتباط ویژه بوده دیگه. حالا آقای دکتر، حالا از بحث های احمدی نژاد عبور کنیم. من سوالم اینه که توی انتخابات‌های گذشته ما از سال 98 به بعد خب به هر حال یک در حوزه مشارکت دچار یک کاهش مشارکت در انتخابات شدیم به هر روی، تا جایی که رهبری هم ابتدای امسال تو فرمایش حالا ابتدای سالشون فرمودن که غفلت شده و ما غفلت کردیم در حوزه حالا اتحاد و انسجام ملی و باید درمان کرد این مسئله رو. من سوالم اینه، شما مثلا انتخابات گذشته رو نگاه میکنید میبینید که آقا یک فضای دو قطبی در درون جبهه انقلاب ایجاد شد. آقای رائفی پور و تیم آقای رائفی پور در مقابل تیم آقای قالیباف شروع کردن به یک هماوردی رسانه‌ای، افشاگری، تخریب و به هر حال این خودش برخی ها من شنیدم که حتی برخی از نظرسنجی‌ها میگه که این خودش منجر به کاهش مشارکت شد، چون به هر حال تو خود جبهه انقلاب هم خب یه بدبینی نسبی ایجاد میکنه که آقا به هر حال خب پس به کی باید اعتماد کرد؟ دقیقاً به کی باید اعتماد کرد؟ من میخوام ببینم به نظر شما اصلا ورود آقای رائفی پور بر اساس چه منطقی بود؟ و دو اینکه حالا مثلا برخی ها میگن برخی از نهادها بودن، نمیدونم برخی از افراد بودن، برخی از حضرات بودن. میخوام ببینم اینو شما چجوری تحلیل میکنید؟ بعد آقای رائفی پوری که 1402 تو انتخابات مجلس میاد و به نوعی میاندار مجلس و محفل میشه و بعد در 1403 هیچ کنشگری ما نمیبینیم. این خودش محل بحثه. میخوام ببینم چی بوده این قضیه، تحلیل شما چیه؟ من به نظرم میرسه که ما بین آقای علی اکبر رائفی پور به ماهو رائفی پور و علی اکبر رائفی پور در چارچوب مصاف بذارید تفکیک کنیم. آقای رائفی پور در جایگاه خودش، من مفصل یه مصاحبه دارم حدود 6 ساعته با ایشون، یعنی دیدگاه های ایشون رو میاریم مطرح میکنیم و بسیار دیدگاهاش به دیدگاه توسعه‌ای نزدیکه. شما یه مصاحبه هم اخیراً با ایشون داشتید، یه مواجهه‌ای داشتید با ایشون؟ بله همون. ولی آقای رائفی پور وقتی میره مینشینه به عنوان مسئول مصاف متفاوت میشه، گویا اصلا یه آدم دیگه میشه. اونجا به نظرم همون مشکل های احمدی نژاد رو، خب اونجا کارگزار یه عده دیگه میشه و کارگزار یه عده میشه و بعد اقتضایی عمل میکنه. ببین من گفتگوام با این رائفی پور هست، من با این رائفی پور گفتم که شما به لحاظ گفتمانی آدم توسعه گرایی هستی خودت، من با مصاف و این کارات کاری ندارم. تو این انتخابات چرا داری آقای قالیباف رو میزنی؟ قالیباف که توسعه گراست، چجوری اینا نقیضن؟ و تو چجوری با امثال آقای حمید رسایی و آقای نبویان و اینا میتونی تو یه لیست ائتلاف کردید؟ خب واقعا پاسخی نداشتیشون، واقعا پاسخی نداشت. خب چی میگفت؟ میگفت به من گفتن این کارو انجام نمیگفت. من خبر دیگه ای داشتم که آقای رائفی پور در واقع پروژه محافل دیگر رو پیش میبرده، یعنی ایشون نمیگفت ولی خب بالاخره ما هم دسترسیامون بالاخره میتونستیم بفهمیم دیگه که ایشون تریبون کدوم جریان ها شده، یعنی یک جریانی که آمده به هر دلیلی با محمد باقر قالیباف اینا مسئله دارن. من خیلی با رائفی پور خب میشه گفت جریان پایداری یا نه ربطی نداره به جریان پایداری؟ نه به نظرم بخشی از پایداری بوده، بخشی از پایداری که بیشتر تو همون حلقه میم و اینها خب در درون دولت قاعدتا بخشش نیروهای امنیتی بودن که در واقع
مخالف رشد آقای قالیباف بودن. همینایی که بعضا پرونده رو میدن به این افشاگرهای مجازی و اینا میدن. پست سرنامه‌شون امنیتیان دیگه. آره یه ترکیب حیف شد. من به نظرم من خیلی با رایفور گفتم. خب ایشون اثر خودش رو کم کرد دیگه. حس می‌کنم اثرگذاریشون کاهش داد. میگن از بین رفت. ببینید آقای رایفور بعد از ماجرای حساب‌های بانکیش فارغ از اینکه حالا عدد چی بوده، مکانیزم‌ها چی بوده، من به نظر میرسه که دلیل سکوت ایشون در سال 1403 یا عدم کنشگریش به خاطر اینکه میدانی نداره دیگه. یعنی خودش فهمیده که تو این دوره دیگه نمیتونه تاثیرگذار باشه. یعنی اختیاری دیگه فعالیت نمیکنه. به نظرم خودش متشانه باهوشیه. حیف شد. ببین من واقعا به شما بگم یعنی آقای رائفی پور به نظرم شخص خودش فرد بسیار باهوشیه. فهمش هم روی این بحث کوچک کردن دولت و تنیززدایی در سیاست خارجی میفهمه این رو به عنوان حداقل‌های پروژه توسعه. تو گفتگوی با من این رو خیلی دقیق ایشون میپذیره و خودش توضیح میده. اما منتها در این انتخابات همه سرمایه خودش رو، اعتبار و آبروش رو مصرف کرد. بعد اونم بر سر چی؟ یعنی شما در نظر بگیرید اینا حتی نتونستن آقای قالیباف رو از ریاست مجلس بیارن پایین. یعنی آقای قالیباف در مجلس 11ام 216 تا به طور متوسط در 4 سال رأی داره. خب الان نزدیک 208 تا رأی برده. خیلی توفیری تفاوتی نداره. حالا برخی تحلیلش اینه که اتفاق حالا سانحه سقوط بالگرد بی تأثیر نبوده، یعنی برخی معادلات رو به هم ریخته. حالا از این میگذریم. من میخوام ببینم حالا دیگه یکی دو تا سوال دیگه، سوال نهایی بنده است. شما برخی ها میگن که یک ائتلافی فیما بین آقای طائب، شیخ حسین طائب و سردار عزیز جعفری، یک ائتلافی شکل گرفته. تو انتخابات مجلس ایشون به هر حال مؤثر بودن، هم الان هم به هر حال در انتخابات ریاست جمهوری یه نقش آفرینی دارن. میخوام این رو شما هیچ تحلیلی نسبت بهش داری؟ من خبرهاشو شنیدم. شما اخبار شنیدید؟ آره دیگه. طبیعتا بی تاثیر هم نبوده. شاید چه بسا یک از کانون‌هایی که امثال های رائفی پور رو هدایت می‌کردن شاید همین قانون بوده. نمیدونم من، ولی میگه احتمالش این هست. قانون میتونسته این نقش رو داشته باشه به خاطر ارتباطات تاریخی های رائفی پور با این شبکه. بله. اما موفق بودن؟ به نظرم نبودن موفق نبودن. یعنی هم ببینید خروجیشون شده که مشارکت آمده پایین، هم به لحاظ استراتژیک. حالا اونا در واقع مشارکت داشتن مگه اصلا؟ خب نه اشکال نداره. نه میخوام ببینم اون روی کردی که دنبالش بودن آیا نقشه‌ای که دنبالش بودن خروجی استراتژیشون جواب نه. اینا هدفشون حتما این بوده که آقای قالیباف رو با حاشیه ببرن دیگه. خب نتونستن ببرن. یعنی آقای قالیباف پس میگی ناموفق بودن. طبیعتا تو حوزه استراتژی شکست خوردن. بله ممکنه به طور تاکتیکی بگن آقا ما مثلا کاری کردیم که رأی امیرحسین ثابتی بیاد بالا، چرا مشارکت آوردیم پایین. حالا شاید ایجابی دستاوردی دارن ولی سلبی نتونستن. درست عرض می‌کنم. خب و آخرین سوال، شما به نظرتون آینده سیاسی حلقه مقداد چه خواهد شد؟ به نظرم باید برن سراغ کار علمی. آدم‌های علمی هستن. حالا بالاخره بهتره دیگه. یه بنیادی رو تأسیس کنن تحت عنوان بنیاد شهید رئیسی، اونجا فعالیت علمی، تبلیغی، ترویجی، کار خیریه. تو این محرومیت زدایی. آره به نظرم خیلی تو کوتاه مدت چون پخته نیستن از سیاسی. ببینید این خیلی مهمه. رفتارها و کنش‌هاشون مطلقاً رفتارها و کنش‌های پخته‌ای نیست. به شدت رادیکال و تندن. به شدت به ابزارهای قدرت معتادن. یعنی اصلا بدون ابزار قدرت اینها همه کرکوپرشون میریزه. یعنی شما موقعی هنر سیاست مدار اینه که وقتی قدرت هم بیرون ماند
بتواند برای خودش تولید قدرت بکنه، امکان آفرینی کنه برای کنش. این دوستان اینطوری خودش. نیستن. این دوستان باید همیشه یه جایی باشن، یکی بهشون حکمی بده، امضایی بده، یا در سایه دیگران یا در سایه دیگران باشن. من به نظرم خیلی زود اومدن اینا به صحنه و زود هم از پوره نشده مویز شدن. برای همین هم به من پیشنهادم اینه، یعنی واقعا به عنوان اینکه دوست علاقه‌مندم در فرایند توسعه همه باشن، بلا شک همه باشن، حلقه میم هم باشه، همه باشن، چون توسعه یک پروژه فراگیره، باید همه نیروها باشن. به نظرم این دوستان از این تجربه این چند سال عبرت بگیرن. در حوزه رسانه، در حوزه کار اجرایی، یه مقدار در رفتارهاشون این رادیکالیسم و تندروی و اینکه به هر قیمت خالص سازی بکنن و اینا رو از ذهنشون پاک بکنن. واقعا به عنوان یه نیروی سیاسی تو یه دهه آینده، چون سن و سالی ندارن که. بله الحمدلله جوونن. الان آقای منصوری هم 40 سالش هم نشده. اینا میتونن توی یه دوره 4-5 ساله خودشون رو بازسازی کنن انشالله. آره و آینده دار باشن. اما اگر این کار انجام ندن دیگه شما میگید محکوم و محتوم به حذفن. بله خود جمهوری اسلامی این رفتارها رو نمیپذیره. خود نظام نمیپذیره. خب میفهمه اگر نرن وارد این فضای شما فرمودید بشن، خود به خود محکوم و محتوم به حذفن دیگه. درست عرض میکنم؟ خانم علم الهدی چی فکر میکنید آینده سیاسی همسر مرحوم رئیسی؟ دنبال آینده سیاسی نمیره، یعنی دنبال همون بحث‌های دانشگاهی خودشون، همون حوزه دانشگاهی و نظراتشون تو شورای انقلاب فرهنگی و حوزه زنان و اینا استفاده. و نهایتاً چه فردی از منظر شما و پیشبینی شما رئیس جمهور آینده ایران خواهد شد؟ من به نظرم رئیس جمهور آینده ایران اولا خب بستگی داره ما ببینیم دقیقاً حالا کیا تایید صلاحیت میشن، اما اون به نظر من 2 نفر ظرفیت رئیس جمهور شدن رو دارن. دور دومی میشه؟ بستگی باز به تعداد کاندیداها داره، یعنی اگر تعداد کاندیداها ربطی مشارکت نداره؟ حتما داره، ولی خود تعداد کاندیداها میتونه تو رأی شکنی در واقع اثر حالا پیش بینیتون چیه؟ ببین من پیش بینیم شانس اول برای قالیبافه. یعنی من شانس اول ریاست جمهوری تایید صلاحیت که میشه آقای قالیباف تایید صلاحیت میشه. آقای لاریجانی به اعتقاد من تو در واقع تو شانس دوم این صحنه هستن. دلیلش هم این است که میگم دوم، چون واقعا ما نمیدونیم الان وضعیت آقای لاریجانی در شورای نگهبان چگونه است، یعنی ما هیچ خبری نداریم که اگه آقای قالیباف تایید بشه آقای لاریجانی میتواند تایید نشه، یعنی مبناها یکی نیست. یعنی میشه چرس کنم من خیلی واقعا برآوردی روی رفتار شورای نگهبان ندارم. آقای جهانگیری تایید میشه یا نه؟ به نظرم آقای جهانگیری تایید نمیشه. به نظرم نمیشه. شاید از اون مجموعه آقای شریعت مداری به نظرم تایید میشه. آقای زاکانی به نظرم احتمال عدم تایید صلاحیتشون وجود داره. آقای بسپاش به نظرم تایید میشه. خب تقریبا پس فکر کنم همون هولوش 7 نفر شما تو ذهنتونه دیگه. آره این به نظرم و این 7 نفر خب تعداد بالاست دیگه. آره این ترکیب ظرفیت دور دوم شدن رو داره. خب چه کسایی میرن دور دوم؟ آقای قالیباف، آقای لاریجانی، آقای جلیلی رو احتمال نمیدونید؟ ببین من به نظرم شانس آقای بسپاش بیشتر از آقای جلیلیه برای رأی آوری. دلیلش اینه که آقای بسپاش داره با تابلوی نماینده دولت‌های رئیسی داره میاد صحنه. خب قبولش ندارن. موقعی 5 نفر اومدن که قبولش ندارن. دارن اینو جا میندازن دیگه. یعنی وقتی آقای مخبر کنار ایشونه، به هر چون آقای مخبر به یه نوعی چسبندگی پیدا کرد آقای بسپاش با آقای مخبر. آقای مخبر بالاخره با حکم رهبری شدن جانشین آقای رئیسی، معاون اول بوده اینها. یعنی میگین تأثیر دارن به هر حال. تصویر آقای بسپاش به نمایندگی دولت نزدیکتر از امثال آقای منظور و آقای مرتضوی و آقای قاضیزاده و آقای زاکانی و این هست، اسماعیلی و این هست. آقای بسپاش ظرفیتش برای اینکه این نمایندگی کنه بیشتر از بقیه است. برای همین به اعتقاد من میتونه آرایش از آرای آقای جلیلی عبور کنه. یعنی آرای آقای جلیلی روی
نهایتا روی 3-4 میلیون بمونه نهایتا، ولی آقای بسپاش مثلا یه مقدار بیاد 6-7 میلیون رای بیاره. خب احتمالی که آقای بسپاش بره دور دوم رو نمیدید شما فرموده اگر آقای لاریجانی تایید بشه لاریجانی و قالیباف احتمالشون بیشتره. به نظرم سبد رأی مشترک ندارن. سبد رأی مشترک دارن، این بستگی داره به نرخ مشارکت. به اصلاح طلبها بستگی نداره؟ نه اصلا اصلاح طلبها تو این صحنه نیستن، اصلا این صحنه متعلق به اصلاحات نیست. یعنی اصلاح طلبها یک مجموعه ورشکسته سیاسی هست. نه میتونن تصمیم بگیرن، نه میتونن چهره نو معرفی کنن و نه اقبالی در جامعه بهشون وجود داره. یعنی من به نظر میرسه که نه آقای قالیباف و نه آقای لاریجانی به نیروهای سیاسی اصلاح طلب احتیاجی ندارن. ببین ما دو تا بحث اصلا جدا کنیم. ما یک گفتمان اصلاح طلبی داریم متفاوت، یک اصلاح طلبان داریم. بله. که مثلا جبهه اصلاحات و این چیزا. نه آقای لاریجانی و نه آقای قالیباف به جبهه اصلاحات نیازی ندارن. اصلا شاید هم به عنوان مؤلف منفی محسوب بشه در کاهش سبد رأی. اما من اعتقاد دارم هم آقای لاریجانی و هم آقای قالیباف این ظرفیت رو دارن که المان‌هایی از گفتمان اصلاح طلبی رو مطرح بکنن تو جامعه. این تفاوت رو باید تفکیک قائل بشیم. بله کاملا. بین اصلاح طلبی و اصلاح طلبان، یا بگیم فیما بین اصلاح طلبی و اصلاح گرایی، اگر بخوایم یه ذره حال با ادبیات مرسوم سیاسی منفک، اصلاح گرایی و اصلاح طلبی. پس نهایتاً تحلیل شما اینه که اگر فضا به همین شکلی تحلیل کردید پیش بره، آقای قالیباف رئیس جمهور آینده شانس آقای قالیباف به نظرم بیشتر از بقیه است. ممنونم. اگر نکته پایانی هست میشنویم. نه ممنون، خیلی متشکرم. به نظرم این نوع گفتگوها میتونه خیلی کمک بکنه از این منظر که مردم پشت ذهن نیروهای سیاسی رو بخونن. چون ببینید الان واقعیتش این است که تصویر اغلب نیروهای سیاسی تصویر توییتریه. یعنی ماها نیروهای سیاسی با یه توییت، حالا فرقی نمیکنه. بله. شما قالب نیروهای سیاسی تو توییترن دیگه. بله. شما نمیتونید تو یک جمله مثلا 270-80 کاراکتری دقیقاً پشت صحنه حق مطلب رو ادا کنید. این گفتگو باعث میشه که یه مقدار ماجرا باز بشه، گفتگو شکافته بشه و تا یه حدی به تنویر افکار عمومی کمک کنه. من فکر کنم کار خوبی رو شروع کردید. بزرگوارید. خیلی ممنونم آقای دکتر، خیلی استفاده کردیم. ان شاءالله توفیق باشه در برنامه‌های بعدی و ان شاءالله بزنگاه‌های بعدی ان شاءالله در خدمتتون باشیم و استفاده کنیم. سپاسگزارم. آرزوی توفیق دارم برای حضرت علی. سلامت بشه. خدا یار نگهدارتون باشه. خداحافظ. سلامت بشه.